یه روز که داشتم اتاقم رو جمع می‌کردم به ذهنم رسید که چرا ویدیوهای رکوردی نگیرم؟ به دوستم زنگ زدم و گفتم میخوام 20 کیلومتر رو دوچرخه سواری کنم. اونم گفت باشه. پس بزن بریم. سلام، چطورین؟ این ویدیو قراره 20 کیلومتر دوچرخه سواری کنیم همراه با چالش‌های سخت و دردناک و آبروبر. توی این ویدیو خواهرم هم هست. سلام علیکم. چالش‌های این ویدیو از این قرار که هرچی از این قوطی در اومد رو باید انجام بدیم و توش هم سس تند چیلی هم هست. همین الان داریم چالش 20 کیلومتر دوچرخه سواری با چالش‌های سم رو شروع داریم می‌کنیم و همین الان شروع میشه و 5 کیلومتر اول که گذشت میایم براتون یه چالش آبروبر انجام میدیم. بچه‌ها همین الان 2 کیلومتر رو سپروندیم بروشا و اینکه تا الان که دارم میبرم نمیدونم برای 20 کیلومتر چی کار کنم واقعا. بچه‌ها روزی 2 نفر رو زیر میکنم متاسفانه. بچه صداهایی که تو مغزم میگذره واقعا تو صدای مغز هممونه. تو بسکاتلمو. بچه‌ها همین الان پایان یافت 5 کیلومتر اول و الان باید بین من و روشا یه نفر انتخاب شه و یه چالش آبروبر رو انتخاب کنیم. بچه ها من و روشا الان باید سنگ کاغذ قیچی کنیم که کی چالش اول رو انجام بده. سنگ کاغذ قیچی. من یا خدا چه مجازاتی، همشونم عذاب آور و یه چیز خوب نداره توش. بسم الله. امیدوارم که چیز بدی جلو مردم باید از بارفیکس آویزون شی به صورت خفاشی، نه فکرم اینجوری خفاشی. بریم مرد و حرف عمله. پنج کیلومتر دومم همین الان داریم شروع میکنیم. نوع ادامه دادن ندارم، من حال ادامه دادن ندارم صادقانه. لازمه که بگم بچه ها 2.5 کیلومتر 5 کیلومتر دوم گذشت. بچه شما همینقدر زیبایید که منو لایک و سابسکرایب میکنید. قشنگای من. 5 کیلومتر دومم همین الان تموم شد، بریم سراغ چالش دوم. خب بچه ها 10 کیلومتر دوچرخه سواری کردیم و رسما پاره شدیم و الان میخوایم سنگ کاغذ قیچی دوره دوم رو بکنیم. بیا سنگ کاغذ قیچی. سنگ طلایی. اشکال نداره. خب بچه ببینیم چی در میاد. بسم الله. نکنه سس نیفته. شانس ندارم. افتاد. یکی شما. خب به اون دست نزن تا باش دست میزن. چی؟ آهنگ رپ فارس شده خونه خالم رو باید بلند همینجا بخونم. اشکال نداره. بریم. رپ فارس شده خونه خالم بلام مثل شراب سلسلت تازه جا افتاده واسد رو نمیکنم آفن شما برم چی خوندم. بچه ها 5 کیلومتر سوم همین الان شروع شد. 2.5 کیلومتر 5 کیلومتر سوم هم گذشت. بریم که 2.5 کیلومتر دیگه رو طی کنیم دوچرخه و چالش سوم رو انجام بدیم. بچه یکی از مهارتام اینه که میتونم بدون دست دوچرخه برونم. دیگه نوع ادامه دادن 5 کیلومتر سومم گذشت. بچه ما دیگه نوع ادامه دادن رو نداریم. بریم سراغ سنگ کاغذ قیچیه. چندم میشه؟ سوم. سنگ کاغذ قیچی. روشا بیا یه چالش سخت چیزه ببین. فکر کنم روشا حدس میزنم
کاغذ قیچی براش بیفته. خب باشه یه دونه انتخاب کن. یه سس تند بخوری سس تند افتاد براش، خودش بر من نیافتاد. خب بچه‌ها سس تند رو باید بخوره. قشنگ این آبکی هست که حالا صدا بوده. قشنگ به تلفن دو دهنت، قشنگ به تلفن بخور کلش خود نشون بده. بچه منحرف شد از چالش، کامل خورد تو سر. آب بخور آب بخور. آب ندارم. مرد. شروع شد 5 کیلومتر آخر. من که دارم به زور ادامه میدم، واقعا نمیتونم ولی میتونم. بچه ها ما 5 کیلومتر آخر رو گذروندیم، واقعا نوع ادامه دادن رو نداریم. میخوام همینجا رخت خواب رو پهن کنم و بخوابم. خب بیا سنگ کاغذ قیچی آخر. خب بریم. سنگ کاغذ قیچی. لحظه آخری میخواستم سنگ بیارم، سنگ بردم دیگه، سنگ قیچی بیارم. خب بدون آب باش، تموم شد. بدون آب اصلا چالش تموم شد و آبی دیگه در کار نیست. مرسی که ویدیومو دیدید. لایک و سابسکرایب فراموشتون نشه. خیلی دوستتون دارم. خدافظ.